شب یلدا یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که قدمت آن به بیش از 3000 سال پیش باز می‌گردد. این شب مصادف با انقلاب زمستانی است، زمانی که طولانی‌ترین شب سال رخ می‌دهد و پس از آن روزها به تدریج بلندتر می‌شوند. در باور ایرانیان باستان، یلدا نماد نبرد میان تاریکی و روشنایی بود. آنها معتقد بودند که در این شب نیروهای تاریکی به اوج خود میرسند، اما با طلوع خورشید در روز بعد روشنایی بر تاریکی پیروز می شود. واژه یلدا ریشه‌ای سریانی دارد و به معنای زایش است. این نام به تولد خورشید یا مهر نسبت داده می شود، ایزدی که نماد نور، پیمان و راستی در آیین مهر پرستی بود. ایرانیان باستان این شب را با گرد همایی، روشن نگه داشتن آتش، خوردن میوه‌هایی مانند انار و هندوانه و بیدار ماندن تا سپیده دم گرامی می داشتند. این آیین کهن با گذر زمان دچار تغییر شد، اما همچنان به عنوان نمادی از امید، روشنایی و پیوند اجتماعی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است. یلدایتان مبارک.